They say you're the Mahdi. تله ماسه فیلمی آخرالزمانی و جنجالی که در اون مستقیم و غیر مستقیم آشکارا و رمزآلود به عقاید شیعیان اشاره شده، از امام حسین و واقعی عاشورا و حتی سرزمینی که امام حسین در اون شهید شده تا امام زمان مهدی موعود و ویژگی هایی که داره و همچنین شیعیان و زیارت اربعین و چندین نکته دیگه در این فیلم گنجانده شده. توصیه میکنم که این نقد و بررسی رو نصف نیمه رها نکنید و تا آخر ببینید، چرا که هرچه در فیلم پیش بریم به بخش‌های جذابتری میرسیم. پس تا آخر این نقد و بررسی همراه ما باشید. سلام و درود به همگی، من علیرضا هستم. خوش اومدید به کانال صدای حقیقت. همین اول 2 نکته رو خدمتتون عرض کنم. اول این که اگر میبینید کیفیت ساخت این ویدیو پایینه و حرفه‌ای نیست، باید بگم که محتوایی که داره میچربه به کیفیت ساختش، یعنی میارزه که شما این نقد و بررسی رو تا آخر ببینید. و نکته دوم، کسانی که هنوز این فیلم رو ندیدن توجه کنید که در این نقد و بررسی داستان فیلم لو میره، چون ما بخشای مهمی از این فیلم رو اینجا بررسی میکنیم، برای همینه که کلیت داستان لو خواهد رفت. خب بریم سراغ فیلم. اول به بخشایی که به امام حسین علیه السلام اشاره داره میپردازیم و بعدم بخشایی که مربوط به امام زمانه. اگر بخوام به صورت کلی و خیلی خلاصه براتون بگم که داستان فیلم چیه، اینه که یک جهانی وجود داره که چند تا خاندان در اون زندگی میکنند. یکی از مهمترین خاندانها خاندان آتردیزها هستند. خاندان آتردیزها یک مأموریتی بهشون سپرده میشه که باید برن در سیاره آراکیس، در سرزمین به نام آراکیس. اون سرزمین یک سرزمین بیابانی خشک و بی آب و علف با گرمای شدیده که اونجای مردمی زندگی میکنند که فرمن نام دارند. فرمنها اونجا، این فرمنها توسط یک گروه دیگه‌ای مورد ظلم واقع شدن. حالا این آتردیزها با زن و بچه و لشکریان منطقه خودشون رو رها میکنن، میرن در سرزمین آراکیس تا اون مردم یا همون فرمنها رو نجات بدن. و زمانی هم که میرسن به سیاره آراکیس، اونجا دشمنان ناگهان بهشون حمله میکنند و اجازه نمیدن که اونا مردم رو نجات بدن و اجازه نمیدن که این آتردیزها به هدفشون برسن. و بعد از اون هم یه ماجراهایی پیش میاد که در ادامه توضیح میدیم. اما خب داستان این فیلم چه شباهتی داره به اتفاقاتی که برای امام حسین در کربلا رخ داده؟ الان ما مقایسه میکنیم و شباهت‌ها رو میبینید. خاندان آتردیزها با زن و بچه و تعداد لشکری که داشتن منطقه خودشون رو رها میکنن، میان در سرزمین بی آب و علف و با گرمای شدید و بیابانی برای نجات مردم از دست گروهی ظالم. خب امام حسین هم با زن و بچه و تعداد یارانی که داشت منطقه خودشون رو رها میکنند و به سرزمینی میرند که سرزمین بیابانی گرمای زیادی داره، آب کم داره، سرزمین عراق، برای نجات مردم از دست حکومت ظالم یزید. این شباهت کلیه. اما هرچه جلوتر میریم نکاتی رو میبینیم که آدمو میخکوب میکنه. برای همین توصیه میکنم که نصفی نیمه رها نکنید این نقد و بررسی رو. این از شباهت کلیش. ولی اسم سرزمین آراکیس با عراق شباهت داره. وقتی که ما این دوتا اسم رو در گوگل ترنسلیت وارد میکنیم یا همون گوگل ترجمه، تلفظ انگلیسیشون بسیار شبیه به همه. ببینید الان ما آراکیس رو وارد میکنیم و تلفظش رو میشنویم. کلمه عراق رو هم به انگلیسی مینویسیم و تلفظش رو میشنویم. Arrakis. Arrakis. Iraq. Iraq. Iraqis. 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 Arrakis. Iraqis. Arrakis. Iraqis. Arrakis.
ببینید چقدر شباهت دارن و علاوه بر شباهت اسمی در ظاهر هم شباهت‌های زیادی دارن. این از شباهت‌های اولیه. اما بریم سراغ شباهت‌های بعدی. هرچه جلوتر میریم جذابتر میشه. شباهت بعدی در مورد حمله دشمنان به آتریدیس هاست. ببینید وقتی که دشمنان ناگهان به آتریدیس ها حمله میکنن و اجازه نمیدن که کارشون رو انجام بدن و به هدفشون برسن، وقتی میان حمله میکنند نخلها رو آتیش میزنن. بین اون دو ردیف نخلی که در حال آتش گرفتن هستند، تعدادی از افراد خاندان آتریدیس ها رو میارن وسط، اونجا سر میبرن، گردنشون رو میزنن. اون صحنه‌ای که این رو نشون میده یک فضای غبار آلوده با تهمایه قرمز رنگ. چنین صحنه‌ای رو برای شما نشون میدن و اون وسط نخل‌ها در حال آتش گرفتنند، گردن تعدادی از افراد آتریدیس ها رو میزنن. اینا همه دارن به حوادث کربلا اشاره میکنه. همین جایی که به آتریدیس ها حمله میکنند، اینجا فرمانده آتریدیس ها رو عریان میکنند، لخت میکنند. حالا بریم سراغ اتفاقاتی که در کربلا رخ داد. در کربلا هم دشمنان اومدن سر راه امام حسین و یارانشون رو گرفتن، بهشون حمله کردن، خیمه های امام حسین رو آتش زدند، سر امام حسین و یارانش رو بریدند، به لباس های امام حسین هم رحم نکردند. خب این داستان ها شبیه به همه. و اینکه کارگردان هم نمیاد دیگه خیلی مستقیم به شما نشون بده که خیمه ها رو میسوزونن، به جای خیمه نخل آورده، نخل. و حالا به نکاتی میرسیم که مهر تأییدیه بر این که این داستان داره به کربلا اشاره میکنه. ببینید وقتی که این فرمانده رو عریان میکنن، دشمن میاد بالای سرش، بهش میگه که من الان تو رو میکشم، خاندانت رو هم نابود میکنم، کلن تمام میشید، میرید شما آتریدیس ها. ولی این فرمانده یه حرف خیلی جالبی میزنه، حرفی که پر از نکته است. میگه که من اینجا هستم و اینجا هم میمونم. خب این یعنی چی حرفش؟ اول بریم سراغ کربلا یه مقایسه کنیم. وقتی که دشمن حمله کرد به امام حسین، هدفشون چی بود؟ این که امام حسین رو بکشند و کلن نسل اهل بیت رو نابود کنند. ولی نتیجه چی شد؟ درست امام حسین در اون بیابان که کسی نبود کشته شد، شهید شد، ولی اونجا ماندگار شد، اونجا جاودانه شد. تا همین الان یادش در ذهن میلیون ها نفر زنده است. حتی کسانی که مسلمان هم نیستن، بعضیاشون امام حسین رو میشناسن. حالا برگردیم به حرف همین فرمانده آتریدیس ها که دشمن اومد بالای سرش، گفت من تو رو میکشم، نسلتم نابود میکنم، شما دیگه نابودید. اما فرمانده گفت که من اینجا هستم و اینجا میمونم. حالا در ادامه همین پسر فرمانده پول از دست این دشمنان فرار میکنه، خودش و مادرش میرن در یه جایی یک چادری میزنن و اونجا پسر آینده رو میبینه. پسر وقتی که آینده رو میبینه میگه که من میبینم که یک ملت و لشکریان متعصب و یک رهبر جنگجو پرچم‌هایی رو برافراشته می‌کنند به نام پدر من و این لشکریان متعصب در معبد جمجمه پدر من عبادت می‌کنند و نام مرا فریاد می‌زنند. جنگی رو خواهد داد به نام من. این حرفش پر از نکته است. به زبان ساده بخوام براتون بگم، پسره وقتی آینده رو میبینه میگه که آقا من یه مردمی، یه ملتی رو میبینم که با یه رهبری پرچم‌هایی رو برافراشته میکنند که روی اون پرچم‌ها نام پدر منه. همین پدرش فرمانده آتریدیس ها که کشته شد، عریانش کردن. میگه در آینده مردمی میان، مردمی متعصب و مذهبی
که پرچم‌هایی رو برافراشته می‌کنند به نام پدر من و در معبد پدر من یا همون بارگاهی که پیکر پدر من اونجا هست میرن عبادت میکنند. خب این رسما داره مستقیم به شیعیان اشاره میکنه. وقتی که امام حسین در اون بیابان کربلا کشته شد، الان شیعیان پرچم امام حسین رو برافراشته میکنن. گسترده ترین و بیشترین پرچم هایی که شیعیان بلند میکنن پرچم کیه؟ پرچم امام حسینیه، همون کسی که در کربلا در اون سرزمین داغ و کم آب کشته شد. پرچم اون امام حسین رو بلند میکنند و میرن کجا؟ میرن در بارگاه امام حسین در کربلا، اونجا زیارت میکنند. زیارت امام حسین رو هم عبادت میدونند. خب این شباهت ها واضحه که دارن به شیعیان و عقایدشون اشاره میکنند. حالا یه نکته دیگه هم تو همین حرف پسره هست که وقتی آینده رو میبینه میگه که این رهبر مذهبی جنگجو با این لشکریان متعصبی که پرچم پدر من رو برافراشته میکنند و میرن در معبد جمجمه پدر من عبادت میکنند، اینا یه کار دیگه هم انجام میدن، اسم منو فریاد میزنن و یک جنگ رو خواهد داد به اسم من. خب اسم این پسر چیه؟ تو این فیلم این پسره به نام مهدی معرفی میشه، اسمش مهدیه. یعنی داره میگه اونا اسم منو فریاد میزنن، میگن یا مهدی. خب اینا شیعیانن دیگه، رسما داره به شیعیان اشاره میکنه. شیعیان منتظر مهدی اند، اسم مهدی رو فریاد میزنند، لبیک یا مهدی میگن، برای ظهور مهدی موعود دعا میکنند. خب این حرفایی که در فیلم زده میشه، این اتفاقاتی که نشون داده میشه، کاملا واضحه که داره به ما شیعیان و عقاید ما اشاره میکنه. به نظر من این بخشی از فیلم که پسره آینده رو میبینه مهر تأییدیه بر این که داستان این فیلم داره به امام حسین اشاره میکنه و دیگه نکته خاصی هم نداره و بخشهایی که به امام حسین اشاره میکرد دیگه تمومه. و حالا باید بریم بپردازیم به بخشهایی که به امام زمان مهدی موعود اشاره میکنه و همچنین اون بخشهایی که نشون میده این فیلم یک فیلم منجیگرایانه نیست، فیلمیه که ضد منجیه. حالا در ادامه بیشتر توضیح میدیم. یکی از واضح‌ترین و آشکارترین نکاتی که در این فیلم وجود داره آوردن نام مهدیه. در 2 جای فیلم نام مهدی آورده شده. مردمی که در سیاره آراکیس هستند و این پسره رو منجی خودشون میدونن لسان الغیب صداش میزنن، مهدی صداش میزنن. و این نکته‌ایه که خیلی نیاز به توضیح نداره دیگه، واضح و آشکاره. نکته بعدی که در این فیلم وجود داره اینه که میخوان منجی رو به عنوان یک فرد حرامزاده معرفی کنند. در یک صحنه‌ای که پدر مادر همین پسره با هم خلوت میکنند، پدره میگه که Jessica, you gave me a son. If anything happens, will you protect our son? و یه حرفای دیگه رد و بدل میشه و در آخر همین پدر به جسیکا میگه که من باید باهات ازدواج میکردم. یعنی اینا با هم ازدواج نکردن ولی این پسر به دنیا اومد، یعنی یک تولد نامشروع داشت، حرامزاده است. نکته بعدی که به منجی موعود اشاره داره اینه که راهبه به همین پول، به همین پسره میگه که تو قدرت‌های زیادی رو به ارث میبری، یه چیزایی از پدرت و یه چیزایی هم از مادرت به ارث میبری، یعنی از 2 نسل مهم تو به وجود اومدی. You inherit too much power. You have more than one birthright, boy. خب امام زمان هم در موردش وجود داره که پدرش یعنی امام حسن عسکری کلن اهل بیت از نسل اسماعیل هستند، ولی مادر امام زمان از نسل اسحاق، یه فرزند دیگه حضرت ابراهیم. این 2 نسل از حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق به هم رسیدن و امام زمان متولد شده که امام زمان هم به اراده الهی دارای قدرت‌های فراوانیه. حالا در یک بخش دیگه از فیلم به قدرت‌هایی که این پسر داره اشاره میشه. مادر همین پسره بهش میگه که
ما یک فردی رو میخوایم که به عنوان فرد برگزیده شده، به عنوان منجی قدرت‌هایی داشته باشه که فراتر از زمان و فراتر از مکان باشه. A mind powerful enough to bridge space and time, past and future. We think he's very close now. خب حالا ما شیعیان به مهدی موعود چی میگیم؟ میگیم امام زمان. اسمش روشه، امام زمان، امامی که محدود به زمان نیست، در هر جایی هم میتونه باشه، محدود به مکان هم نیست، فراتر از زمان و مکانه. اینجا به این قدرت ها داره اشاره میشه در این فیلم. نکته بعدی نکته خیلی جالبیه، به آماده سازی و فراهم کردن زمینه برای ظهور منجی اشاره میکنه. 2 جا از این فیلم به این موضوع اشاره داره. جایی که راهبه داره با مادر این پسره حرف میزنه، میگه که ما در آراکیس امکانات و اون زمینه مناسب رو فراهم کردیم، فقط باید این پسره بره و کارش رو درست انجام بده. Do you see so little hope? On Arrakis, we have done all we can for you. A path has been laid. Let's hope he doesn't squander it. در یه بخش دیگه وقتی که این پسر و مادر هر دو سوار هلیکوپترن، پسره میپرسه که اینا در مورد ما چی میگفتن این مردم. بعد مادرش گفته که اینا داشتن به تو میگفتن لسان الغیب، نشانه ها رو در تو میبینند. این یعنی بنی جزیرت کارشون رو در آراکیس خوب انجام دادن و تو رو به مردم شناسوندن. این یعنی آماده کردن راه، فراهم کردن زمینه. این چیزایی که گفتیم اشاره داره به عقاید شیعیان. شیعیان باور دارن که برای ظهور امام زمان باید یه زمینه‌هایی فراهم بشه، باید آماده سازی انجام بشه، هم خودشون از لحاظ شخصی و هم از لحاظ اجتماعی یه امکاناتی فراهم بشه، یه قدرت‌هایی به دست بیارن که وقتی که ظهور رخ میده اینا بتونن به منجی کمک کنند. یکی از موضوعات مهمی که در این فیلم خیلی روش تأکید میکنند اینه که عقاید منجیگرایانه رو خرافات جلوه بدن. مثلا در همین صحنه‌ای که پسره با مادرش در هلیکوپتر گفتگو میکنند، مادرش میگه که بنی جزیرت در آراکیس کارش رو خوب انجام داده و مردم نشانه ها رو در تو میبینن، نشانه های منجی رو. بعد پسره میگه یعنی بین مردم خرافات کاشته شده؟ و وقتی که مادرش میگه که مردم نشانه های منجی رو در تو میبینند، پسره برمیگرده جواب میده که اونا چیزی رو میبینند که بهشون گفته شده ببینند. یعنی عملاً دارن میگن که منجی و عقاید منجیگرایانه ساختگیه، یه افرادی میسازند و در جامعه پخش میکنند برای اینکه مردم رو فریب بدن. و در یک صحنه دیگه که همین پسره پول با یک فرمن که بومی همون سیاره آراکیس صحبت میکنه، وقتی که حرف از لسان الغیب و اینجور چیزا میاد، فرمن جواب میده که نه، اینا همش خرافاته. Fremen speak of Lisan al-Gaib. Superstition. خب این نشون میده که این فیلم یک فیلم منجیگرایانه نیست، فیلم ضد منجیه و با این فیلم‌ها دارن عقاید منجیگرایانه رو میزنن، میخوان تحریف کنن. و یه چیز دیگه ای که وجود داره اینه که شخصیت پسر در فیلم مثبته، اما به احتمال زیاد در قسمت‌های بعدی که در حال ساخته شخصیت پسر تغییر میکنه و منفی میشه و هم به خودش آسیب میزنه و هم به دیگران. اما حالا هدفشون از ساختن چنین فیلمایی چیه؟ ببینید، صهیونیست ها رسانه ها رو در دست دارن. هالیوود هم در دست همین صهیونیست هاست، یعنی خیلی نفوذ دارن در هالیوود. و این صهیونیست ها هم آدمای معتقدی هستن و میدونن که بازگشت و ظهور مهدی موعود قطعیه. اینا نشانه ها رو میدونن، هم کتابای خودشون رو مطالعه میکنند، هم کتابای ما مسلمانان رو. و چون مسلمانان میگن که آقا مهدی که منجی ما مسلمانان است، یک انسان فوق‌العاده است، انسان خوبیه که میاد عدالت رو گسترش میده، صلح میاره، عقلانیت و منطق رو در بین بشر افزایش میده، علم رو گسترش میده.
بیماری ها و فقر رو از بین میبره و ویژگی های دیگه‌ای که به نفع مردم و جهانه. اینا رو برای منجیشون ذکر میکنن مسلمانان. حالا این صهیونیستا میبینن که دیگه کاری از دستشون بر نمیاد. میان فیلمی میسازن که در اون اول شخصیتی که اسمش مهدیه انسان درست و خوبیه، ولی بعداً تغییر میکنه، منفی میشه و جهان رو به نابودی میکشه. از این روش استفاده میکنند تا به مردم بگن اینا دارن فریبتون میدن. این مسلمونا میخوان بگن که مثلا مهدی درست اولش خوبه و ویژگی های خوبی داره، ولی اینا همش فریبه. بعدا معلوم میشه که مهدی آدم بدیه و دنیا رو به ورطه نابودی میکشونه. اینطوری میخوان مردم رو از مهدی دور کنند. به هر حال دمتون گرم. ازتون خواهش میکنم که این برنامه رو بین دوستانتون و آشنایانتون پخش کنید، اونا هم ببینند. لایک یادتون نره، لایک کردن شما باعث میشه که این برنامه به افراد بیشتری پیشنهاد بشه. کانالمون هم سابسکرایب کنید، گرچه کانالمون کانال تحلیل فیلم و بررسی فیلم نیست، ولی برنامه‌های خوبی داریم. کانال رو سابسکرایب کنید، ضرر نخواهید کرد. و تا برنامه بعد، یا علی، خدا نگهدار.